سلام، با خبرهای آخرین من مومین احمدی شما را در برنامه اخبار آزادی همراهی می کنم. امروز 8 فوریه است. نمونه از 3 گزارش برنامه. در ترکیه تلاش‌ها برای نجات مردمی زیر خرابه مانده ادامه دارد. تعداد قربانیان از 11,000 نفر گذشت. زندگی در کنار شوهر سابق پس از طلاق. دادگاه‌ها بیش از 1000 زن تاجیک را سال گذشته در خانه شوهران سابق مسکون کردند. امشب میشه هم اینجا تاریک فقط همون خونه دستوی داریم تا همون یه لامپچکه داریم یه رازیدکه. رهبر کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان گفت که سرودخوانی کدام سراینده را و با کدام شرط در تلویزیون ها راه میدهند. شعرهای محبوب ترین شاعرها را غلط میخوانند. ما وای به اجازه نمیدیم. سازمان های امداد رسان میگویند احتمال هزاران نفر دیگر هنوز در زیر خرابه های زمین لرزه در ترکیه و سوریه هستند. تاکنون جسدی بیش از 11,000 نفر را از زیر ویرانه ها بیرون کردند. دایر به تلاش ها برای رفع پیامدهای زمین لرزه صبح 6 فوریه در ترکیه و سوریه شهلای گلخوجه گزارش میدهد. نجات دهندگان در شهر و نواحی سوریه و ترکیه از صبح بر وقت آدمان را از زیر خرابه های بیرون می‌آورند که در نتیجه یکی از زلزله های پرشدت کم سابقه 100 سال اخیر در منطقه به عمل آمده است. لباس تنتان چی رنگ دارد؟ گلابی است؟ التماس خود را احتیاط کنید. من هیچ چیز را نمی بینم. Abla şu an lütfen siz kendinizi düşünün. Başka bir şey görmüyorum ben. زمین لرزه اول تقریبا ساعت 4 صبح به وقت محلی در ولایت غازیانتپ ترکیه به وقوع پیوسته به 7.8 درجه برابر بود که به گفته حکومت ترکیه از سال 1939 بزرگترین می باشد. بعد از چند ساعت زمین لرزه دیگری با قوت کمتر و در 100 کیلومتری شمالتر از زمین جنبی اصلی رخ داد. سازمان های امداد رسان میگویند این منطقه الکی به مکان زیستی افراد آسیب پذیرترین در جهان تبدیل یافته است. این منطقه است که در آن بیشتری ها به خصوص در شمال سوریه 12 سال باز با پیامدهای درگیری ها به سر میبرند. زندگی در شرایط خیلی آسیب پذیر در بناهایی که برای استفاده موافق نیستند. در آنجا انفراستراکچور الکی ضعیف است. محض به همین سبب ما میبینیم که شماره زیاد آدمان از زیر خرابه ها بیرون برآورده میشوند. مارک کای میگوید احتمالاً در جنوب ترکیه و شمال سوریه شمار پناهندگان و آواره‌گردان از همه بیشتر در جهان باشد. انتظار می رود روزهای نزدیک تعداد مردم بی سرپناه بنابر وارد شدن هوای خنک به منطقه افزاید. آن چیزی که ما را نگران می کند این است که حالا شماره زیاد آدمان مجروح گشته به مؤسسه های طبی احتیاج پیدا می کنند، در حالی که خود مؤسسه ها در پی نزاع و اکنون باز در نتیجه زمین جنبی ویران شدند. در آنجا قوه برق با فاصله داده می شود. با قول مارک کای تکانهای زمین و تأثیر آن مدت نامعین ادامه می کند و این در حالی است که ارسال کمک‌های اضطراری دوامدار به این منطقه پیش بینی نشده است. در نتیجه تکان خوردن زمین اکثر هلاک شدگان در ترکیه ثبت شدند، اما صدها نفر دیگر در سوریه نیز قربان گردیدند. زمین لرزه حتی در عراق، لبنان، کیپر و مصر هم احساس کرده شد. دیپلمات‌های تاجیک در ترکیه میگویند تا امروز هیچ موردی آسیب دیدند و یا تلفات در میان شهروندان تاجیکستان به قید گرفتن نشده است. بختیار عبدالغفارزاده، یک مسئول سفارت تاجیکستان در انکره، در صحبت با رادیو آزادی گفت در منطقه های زلزله زده ترکیه تخمیناً 100 شهروند تاجیکستان از جمله تا 20 نفر دانشجویان زندگی می‌کردند. زمین لرزه‌ای که در ترکیه و سوریه صدها بنا را به خاک یکسان کرد، بحثی بی‌خطری و به زمین لرزه تاب‌آور بودن بلند آشیانه‌های دوشنبه را به بار آورد. ساکنان شکایت دارند که بلند آشیانه‌های دوشنبه بی‌صفت ساخته شدند و احتمال به زمین لرزه تاب نآورند. مقامات میگویند بلند آشیانه‌ها حتی به زمین لرزه 9 درجه‌ای تاب می‌آورند. علیشیر ظریفی گزارش می‌دهد.
بیناهای نوی بلندوشانه که در شهر دوشنبه بنیاد شده است با زلزله‌های از 8.5 تا 9 درجه جدول ریختر تاب‌آور است. این مطلب را رئیس کمیته معماری و ساختمان در پس‌منظر زلزله خرابی آور در ترکیه و سوریه اظهار داشت. ما وقتی که اوز لایه را طراحی میکنیم پیش از همه مستحکمی بنا از اساس آن سر می شود. یعنی که اساس بنا اگر مستحکم باشد بنا خودش می ایستد. اکثریت بناهای ما کارکاس نیستند. یعنی که قسمت همون کنستروکتیوی بگیم که بنا از آهن و بتون ساخته می شوند و قسمت پایانی بنا با سوای هایی که قسمت سوای میگیم همون مخ هایی که هستند از آنها ساخته می شود. پس از فاجعه طبیعی در ترکیه و سوریه، رئیس کمیته معماری و ساختمان در پی تأسیس آزمایشگاه مخ بیناهای بلندآشیانه شده است. نظرهای وجود دارد که هرچند به فرق از ساختمان‌های زمان شوروی فعلا بیناها با مخ ساخته می شود، ولی در بنیاد بلندآشیانه‌های دوشنبه نه همه طلبات ساختمانی رعایت می گردد. پلیگان در کار که خانه سه‌آشیانه اقلا کارکاسش برداشته یک بار همون زوری همون زمین جمعی میشه که استفاده بردن در کار نمیکنن که همین کاره. ساکنان در مورد تاب‌آوری بیناهای نوی سه‌آشیانه نظرهای مختلف دارند. زمین جمعی با توپ نمیاد. یگان تاش. توپ نمیاد. نه شما ما باره داریم که انجینرها همشون انا ساختمان سنجش کردگی هم بعد ساختگی هم این بهده به پول چی نمیشه که برای همین شغل هم نقضه هم از مستحکم هم خیلی باره دارم. با خود زلزله تعلق داره که ریشترش چقدر بالا است. سالهای اخیر در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر کشور ساختمان‌های بلندآشیانه با سرعت ادامه دارد. ادامه برنامه. بیشتر از 1000 زن تاجیک در سال گذشته در منزل‌های شوهران سابق خود مسکون شدند. اینها زنانی هستند که از شوهرانشان طلاق گرفتند ولی در دادگاه گفتند قسمی از مالکیت شوهر را به آنها دهند. زندگی در کنار شوهر سابق برای زنهای تاجیک چگونه است و راه حل در کجاست؟ سرنوز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین در این باره مطلب آماده کردند. همین خونه در زندگی میکنم، این طرفش حق نداریم. در این حجره که مساحتش 9 متر مربع است، هم ماهیره با 3 فرزند زندگی میکند و هم شوهر سابق با همسرش. با نقل این زن 5 سال پیش زمانی که از شوهر طلاق گرفت، دادگاه او را در این خانه مسکون کرد. این زن میگوید زندگی در زیر یک بام با افرادی که به قبل سایه یکدیگر را از دیوار میتراشند آسان است. برایش حتی حق استفاده از آب داده نمی شود و او مجبور است برای شستشوی فرزندان به خانه خویشاوندان برود. جا ندارم، جای سرشویی ندارم. ایجاد هسته نمیمونم. با هم مسیحیت ازی کشتم و هیور امکشون کشتگی برآمده رفته. اینجا تاریکه. شب میشه هم اینجا تاریکه. فقط همون خونه در سوید داریم تا همون یه لامپچکه داریم یه رازیدکه. بعد خونه راستی انگم برده سرشون همیشون. با این حولی هم از نزدیکانی او کسی راه داده نمی شود. اما دیگر علاج ندارد و مجبور است آنجا بماند و برای حق خود مبارزه برد. او معلوماتی عالی ندارد، زندگی را با فراشی تامین میکند. عالی که نمیرسانم، خیلی خوردنی پوشیدنی به هر حال یک تاش به میگیرم با خیلی دیگرش به کل به برآمدم خیلی پال میشوم. همین کودکای نگاه کرده. در یک سال گذشته بیشتر از 1000 زن تاجیک مثل ماهیره بر اساس حکم دادگاه ها در منزل شوهران سابق مسکون شدند. نه در همه حالت جانب ها بعد از طلاق میخواهند با همسر سابق در زیر یک بام زندگی کنند. مقامات هم اعتراف میکنند که اجرای سندهای دادگاه در این مورد ساده و آسان نیست. سوی ملکان اساسی نمیخواهند که نفری رو که طبق حلنامه سود نسبتش سند سودی وابسته به مسکون کردن برآورده شده است، سوی ملکان نمیخواهند که اون کس مسکون کرده شود. سالهای آخر موردهای از همپاشی خانواده‌ها در تاجیکستان افزایش می‌یابد و دادگاه‌های این کشور نیز پر از بحث خانوادگی است. جامعه شناسان بر این نظرند که حالت زن‌هایی که همراه با خانواده سابق شوهر از جمله همسر او در یک خانه زندگی می‌کنند تصور ناپذیر است. زن‌هایی که بعد بردن شدن مصیبت‌های اولوی روی در مسئله زیست، منزل زیست، استقامتی مشکلی می‌کشند، اینها هم یک خشم آسیب‌پذیر هستند.
بر اساس قانون‌های تاجیکستان زن پس از گرفتن طلاق در صورت داشتن فرزند حق دارد در آن منزلی که همچون کلین وارد شده بود مسکون شود. طبق قانون‌های جاری طلب آنها برای سکونت در خانه سابق شوهر قانع می شود، اما اکثرا روز و روزگاری تلخی دارند و گاهی مثل ماهیره حتی به آب نوشاکی و برق دسترسی ندارند. رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان ادعا دارد که برای راه یافتن سرآینده‌های معروف به تلویزیون‌های دولتی هیچ مانعی وجود ندارد. برخی عضوخوان‌های شناخته بر اینند که سرودخوانی آنها را در تلویزیون‌های کشور نشان نمی‌دهند و این عمل مقامات برایشان معما است. شعلای عبدالله این موضوع را پیگیری کرد. همه با امکانیت می‌دهیم که چی شود؟ عدالت اجتماعی رعایت شود. همش با رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان ادعا دارد که برای راه یافتن سرآینده‌های معروف به تلویزیون‌های دولتی هیچ مانعی وجود ندارد. در شبکه شاهنواز آورده پرداخت میکند، وقتی میگیرد مرحمت. هیچ کس حاضر ما نگفتگی نیست. مرحمت. انسامبل های دولتی را ما فقط به مزد خدمت رسانی میکنیم. نفرانی که از انسامبل های دولتی بیرون هستند مرحمت آورده مبلغ پرداخت میکنند. میدان از دلیر است. در نشست خبری نمایندگان کمیته از گفتن حجم مبلغ که برای پخش سرودهای سراینده ها پیش بینی شده است خودداری نمودند و تاکید کردند غیر از پرداخت مبلغ دیگر طلبات ها نیز هست. ما میبینیم چی را پخش کنیم. بعض از شعرهای محبوب ترین شاعرها را غلط میخوانند. ما وایبیم اجازت نمیتیم یا شعرهای میخوانند چیزایی را میخوانند که کرای نمایش دادن نیست. بعضی سراینده های معروف از آن اظهار نگرانی دارند که تلویزیون های دولتی از پخش سرودهای آنها خودداری میکنند. زلیخا کارمندی انسامبل نیست. میخواهد سرودهایش در تلویزیون های دولتی رایگان پخش شود، زیرا تهیه ترانه خرج های زیاد دارد. خرسند میشیم، خوشبخت میشیم که ما را در تلویزیون ها دعوت کنند. مثلا ما هنرنمایی کنیم، چون که فقط جوانان اینترنت دارن و ما را از طریق اینترنت یوتیوب میبینند و کلانسالا مثلا اویله خودم میشینن روزی دراز تلویزیون تماشا میکنن، میگن که برای چی نشون نمیتن. ما هر جشن مثلا نوروز هر جشن میخوایم که اون ترانه یا که در روز مادران سرود مادر آماده کنیم و با امیدی که یک روز فیراد میکنن ما در اونجا برآمد میکنیم، چون که تلویزیون برای هنرمند مهمه و آبروی دیگر هم میتیه. نگرانی از شیوه کار تلویزیون ها در مورد برخورد دیگرگونه با آوازخوان ها بارها صدا داده است. هرچند سالیان سال میگویند که نه هیچ مانعی وجود ندارد، اما هست، مانعی وجود دارد. هستند افرادی که راه نمییابند. مثلا کسی اگر به من بگوید که دروغ میگوید و مانعی ها وجود ندارند در تلویزیون، هر کس که استعداد دارد میتواند برآمد کند. پس سوال با ایشان چرا مثلا شبنمی سرایی در تلویزیون های دولتی نیست؟ چرا مثلا زلیخا و مهرنگار و وقتهای آخر مهرنگار هم نیست؟ صدرالدین و سایر دیگر هنرمندان بسیار هم پیشرفته و حرفه‌ای ما. در گذشته نیز مسئله راه نیافتن بعضی سراینده های معروف یا خودداری از انعکاس موضوعهای داغ از سوی تلویزیون های دولتی مورد بحث قرار گرفته است. هرچند مسئولان تلویزیون ها وجودی چنین مانعی ها را رد می کنند. خبرهای از این بیشتر را هر ساعت و در فرصتی برای خود مناسب در وبسایت azadi.org پیدا کنید. خدا نگهدار.